بچه خاله جان. بله بفرمایید. کجا بدیم بلی داریم؟ سرزمین ها خو. چیز لالا همی چیزه؟ ها شما نمیفهمین که مثلا مچریت دل ما سوس میشه، سرم گیج میشه، مثلا ایت دل ما قاش میکنه. چرا پیش دکتر نرفتی؟ مریضی؟ نه من تیارم من. چه کار شده میگی؟ من لوکه تیارم. تو لرزه داری؟ تو لرزه؟ نه. گاهی وقتی سکنی سرم گیج میره. خب. دل ما سوس میشه. خب. دل ما قاش میکنه. خب. انا یک دیگه اول چی گفتم؟ همون خوب. کوی دست خوب. بیلا بگم. تو بخور ترکی شیر مادر بخوردی؟ نه مادر مشیر اینجا نداشت. مشکله دیگه. مادر مشیر نداشتم. من هرچی مادر اختلاط میکنن. گفتم نه خوب. گفتم که تو هرچی که کلون شدی به شیر خوش. تو هم همی گوتی ها چیر ریپیکی بدل. انا برا خود چری به چی کاره؟ تو یک رای نشوند و مستقانات هم پوده شده. حقیقت؟ همی که شیر مادر نخوردم. آفرین میگی سوس میشه جرم نیه؟ کده است شما لالا؟ میگی جرم سوس میشه نیه؟ سرچرخامشون دل ما قش میکنه، گیج میشون. براره و اینا هم مشکل از زمینه. چیه مشکل؟ یک رای به تو نشوندم. خب شیر گو بخوردی؟ ما گو داریم. یک کار کن. برو به سراخو کم شیر گو بخورم. هر روز شیر گو بخور. 3 گلاس 4 گلاس. بولا من راست میگی. انا مادر من سختیه، پیار من ازو گنده تا. فهمیدی؟ روز 3 گلاس 4 گلاس شیر گو بخورید تایت تیار میشی. استمون ما پخته میشه. آفرین. خود نمیده مادر مشی. نمیده. نه شیر گو میگه ما اونا رو میگی میکنیم، ماس میده میبریم به شهر نیست بیام خود دق میکنیم. بخورته که من همیته بودم. میفهمی؟ میفهمی؟ قش میکردی؟ آفرین. ما به تو یک رای نشودم اگر میفهمی به تو شیر نمیده. گو کو داریم. به سراخ گرفتی بگو خب این مای گو پاک بشورک. خب همیت به دن خو کمیت پاک شیرای نام بچوشک. مای گو به دن خو کن شیلا گو بچی شما. هم که بچی من روز همیت کاری کن. استقامتم ده تایید تیار میشی. خداوند تو ما خیر بده راست میگی. همین دو تدوینه. میفهمی تو سویت تغذیه شدی؟ سویت تغذیه؟ نه سویت تغذیه. سویت تغذیه؟ آفرین نمیفهمیم. شیر گو بخور مایه گو بوشی یک پاک به دن خو کمرز بچوشک. مایه پاک بوشی یک شیران هم بخورک. اینگاه که گوساله ای. آفرین. برو بخیر. اینگاه که گوساله ای. یعنی به دکتر نروم؟ نه بابا دکتر حالا کی میره؟ شیران همون شیران بگفتم میتونی تلخیر که بگفتم. اینگاه که گوساله شیران بخورن تایت تیار میشی. خوبه. برو بخیر. بچه خاله این تا بچه خاله چیزه گو ما تقریبا 2 من شیر میدم 2 منو بخورم. خوبه. بابا این بچگک خودی بیل سر شونی خو به خیالم که گردنم بند باشه اصلا مثل ازمه بیاقلتری بود نمیفهمید. من میگم برم به دکتر صاحب بگم میگه نه. میگه دکتر میگه چی کار کنی؟ خب من حالا میدر سر دکتر صاحب همسایه مونم میپرسم میگم دکتر صاحب همین مسئله همیتنه میفهمیم یا نه؟ نه آدم هر چیزی از دکترها میگرم بپرسه. مالا همسایه دیوال به دیوال. سلام علیکم. مندن باشه دکتر صاحب بیشتر جونجوره سلامت باشین زنده باشیم. دکتر صاحب ما برفتم مال ماستون برو مدام دواخونه شما. خب انا ما باز چیزه ما باز گفتم برو مدام دواخونه شما. باز دواخونه شما گفتم میشه چاش لقلقه
و تو شب چشنگ لقلقت دواخونه شما بسته باشه. وای دواخونه شما. شاگردا کار میکنم خب شاگردان نمیفهمم. من دکتر صاحب گیچم. از سرخ و مشکل دارم. من گاهی وقت چیز میشم قش میکنم. من زوف میکنم قش میکنم. من گفتم از شما بپرسم که من چه کار کنم. همین مشکل داری؟ کدوم مشکله؟ همین مشکل ها داری؟ یعنی زوف قش میکنی سردم میشی؟ ها همالی که من به تهران می آمدم گیج شدم. انا با قش کردم زوف هم کردم. در اتفاقا همه به یک دم میره بالت. کی میه؟ همین اتفاقا همه میگو یک دم میفته به سر تو. ها درد سر هم میشی؟ از عرب مدر تالی نشدم درد سر. شاید از این بعد بشم. تو مشکل داری. چی مشکل؟ تو استخون تو پوده. استخون پوده همی به چگاه که راست میگفته. ماما کسی که بیل به سر شونی و باشه بر از را تیر چه از او بپرسی هم میفهمه. نه دیگه مرتکب بیل و کلنگ میفهمه دیگه او با چی دکتری چی خاطر یک میفهمه. بچگاه که بیدک بفهمی گفت اگه استخون تو پوده او مثل که خود همین مشکل دیشته. درسته. کسایی که این مشکل دیشته باشه میفهمه. خود چه کار کنم؟ ما هم که میفهمیم ما هم دکتریم. تو فقط ماهیات زیاد بخور. مایات؟ بله یا مایات چیه مثلا؟ مثلا شیر، مثلا ماست، مثلا دو، مثلا نمینار بفهمیدی؟ دوغ شیر ماست. اگر داریم اگر نداریم ماست طبیعی بفهمیدی؟ ماما جا شما خیلی گوی داریم. فقط ماهیات زیاد بخور. اگه مشکل تو حل نشد با بیا به دواخونه بیا. با کجا بیام؟ به دواخونه. در سرا دیگه نیایی من به دواخونه ام. خب یک دمی به دواخونه نبیدیم مادر شما میفهمن که با بیام پیش مادر شما؟ نه نمیفهمم خود نمیفهمم. خوبه. ای تو میرفتم من از سرا بیدی شدم چی میفهمم؟ دکتر صاحب با گیت شدم. ما ناقی بودی. میگم تیار شدم دکتر صاحب. با بلا تو افتادم. همین که گاهی گیج میرم دکتر صاحب. برو کاکا رایتنه برو. ایتا برم. بالا مفتکم برو. خوبه. مایات زد اصلا شیر 4-5 کیلو بخور که بیتر شی. شیر گو. شیر گو 4-5 کیلو بخور 3 کیلو 2 کیلو نه. نه. ماما جو یک حسابی هست گو ما که هست البقیه. من میگم هر چیزی مایه باشه اصلا اگه 5 کیلو نداره از ما و همسایا بست تو بخور. خوبه. تا میتونی شیر بخور که کمی عقل کمال یاد گیری برو. خوبه چاشو. بلا افتادم حالا. دکتر صاحب با عقل کمال هم فایده داره شیر. تو به هر چیزی فایده داره شیر. اصلا تو کلون میکنه عقل کمال میگیره هر چیزی برو.
تو نگاه کن تو مثل گوساله بری مایا گوه میچوشه گیلا تو چکار میکنی؟ بله تو چکار میکنی؟ گوه میشورم. گوه میشوری؟ ها تو ماهی گوه به درد نه شیران میخوری که کجی تو به سر مادر خود داری چی نگو. دکتر صاحب یک بچگه که گفتک تو که گای گیج نمیشی گفتک تو شیرگو بخورن مادر من کن نمیده شیران. حالی من دکتر صاحب یا مردم به تو بگم بچه گرگ بگم خود بچه بنده بچه میگردی بحثی میکنی گو خود مانه کن. گو خود مانه تو بچه که من برو بابا بگو چی نه؟ گردن من برم تا نگو من بیام آدم که گل بدوشم آخه تو همه شیران که بخوندی بگو گوساله چوشیده. گسالی تو گسالی نه من گوساله نه خب من میفهم گوساله نیو. تو بگو گوساله چوشیده شی گو خوش کرد. خوبه من بیست تا کمال ندارم بیا چه کاره؟ دایی دریفیه گردن و بر حاضری ندی بگو تو صحبه بکو آخش کجی بله بابا میگو بله مادر تنکنیه نه مادر گوه یه داری بدوشی بابا یاد دارم برو به گوه بدوش شک بده خوب بابا خوب زودی دیگه بابا چه کاره؟ بخدی میشینی چه کاره؟ بابا بدوشتی یا گوه سعی کنی رات گوه یلا کنی به شما بابا گپ بگم سر شما شاخ بدر کنه چه شاخ بدر کنی؟ چی گپ؟ با چی خبر شنیدی؟ همین گیلک بران پاک عقل کمال خوب بخورده پاک سوده ای شده چره؟ بابا برفتو که گوه بدوشو میبینون گیلک مای گوه بدن خو کرده پاک ابی شیرار پاک بچوشیده یعنی به چی شما اصلا یک پیر عقل کمال نداره پاک سوده ای شده دیونه شده اشته چوشیده؟ عدلی بابا برای بگو تو ابا گوسالی که بزیر ای مای گوه بدن خو کردی میچوشی بچون دکتر گفته شیر گوه بخور که قوت گیری استخون تو لکش پخته شه والا کجای خودیو؟ اونی بابا به اون خونه که برو صدا که بیای خوبه که من خود گپ زنم خوبه بابا چطور بیعقلی بده ای دیگه با بیعقلی هم تا اندازه دیگه سعی کن تو برفته گوه بچوشیده بابا هنی بیا وای 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 بیا دیگه گیلا سلام علیکم همون در عقل کمال داره یک عقل کمال بدشته شیرار پاک نمیخور نگو تو به کدو عقل خود گوه بچوشیدی اشته رقبت تو شد که تو ماهی گوه بدن خود کدی ماهی گوه پاک بخوردی خب بابا ما مدام دل ما قش میکنه شما گوش کشیم به چی میگو به شرط گپ نزنه به منجی گپ نیاری فوان چوب سکن تو چی میگی؟ ها من اول چی گفتم؟ گفتی گپ نزن مگه پاک نه اول چی گفتم؟ ها؟ گفتم دل ما چه کار میشه؟ قش میکنه. دل ما قش میکنه بابا دل تو ای قش کرده درسته؟ آه دل ما قش میکنه دل ما قش میکنه سر ما گیج میشه گیج میگم گیج میشه خب سر ما گیج میشه دل ما زوف میکنه خب زوف یا قش هم یا قش یا زوف هم یک کردی تو بابا این من مسخره میکنه چره؟ خود تو بگو خو اختلاطا خو کن خود تو میخنده اختلاطا تو من به چی هم بزیتونم بگو خود به گپات خنده میگیره صبر کنیم بابا یا قش یا زوفی چی ما به هر جه براتون از هر کس میپرسم دکترها بپرسیدم میگن که برارم اگه می که استقون تو دبل تو استقون تو ضعیفه تو
شیر خوش کلو شدی تزغیه شدی تزغیه خب فهمیدیم؟ به من میگم تو از خودکی تزغیه شدی انرژی کم ده تزغیه شدی گفتم شیر گو بخور شیرگو بخورا بابا مسخره نکنه بابا که من بد دستی دارم میگو نه شما سعی کنه میخنده خود به گپات خنده میگیره این چی جا که بچه نادان باشه مکم هرچی به مادر خود گفتم مادر یک پیاله شیری بدین که بخورم میگه اینا رو میگی میکنه اینا رای میکنه به شهر من دروغ نمیگم بابا به خاطر که من خود بدون چی چیلکی بدون مثلا به شیر خوش کلام شده مادر یک گلاس شیر به من نداده از سینی خو فهمیدی اگه من شیر مادر خورده باشم بابا به می دنیا حرام باشه به من مادر من خود اختلاط کرد شیرا خوش کن که به ما داده بابا همه بدل بوده بدل بوده انمو انا رو به ما دکترها گفتم مردم هم میگه یک دکترها نگفتم مردم هم گفتن تو شیر گو بخور که مثل گو وری قویشی اشته کدی دکتر رفته بودی بله تو بدون اجازه کدی دکتر رفتم به دکتر لغل الافلاق عقل اعصاب به اون رفته بودی همین تو گفت که یعنی شیرگو بخور من برفتم گفتم شیر کنه نمیدم مادر ما به من برفتم مایگل جا شما خیلی بابا جا شما خیلی بابا جا شما بسیار سبز جا شما خیلی بابا مایگل گوه قرار که دیگه بگیرفتم اول رو بشیشتم کلمش نباشه قرار که دیگه مثل گساله تو میگی دیوانیه این دیوانی به کجا پاک بوشیشته تو دیگه چی چا بابا خب انا اون قرار که دیگه مثل گساله میتا مکه دادم بابا تمام ایتا باور کنی که یعنی یک چه کارو ندیشتی دبلک شدم دبلک میگو تو کدو عقل خواهی که بشیشیدی عقل ما چی بکنم میگو تو چی ریته میکنی؟ همه چکه شیرن که ما بازار میبرده میفروخته میبرده چکه شیرن تو هیچ چی که ما امروز چاش چی بخوره؟ حالا بدوشی با چا شما خورده میشه میگو تو همون در فکر کن تو همی گر واسه بچیشی همی دو من شیرشته به تشکم تو جاشو که تو پاک بچیشیدی شیر کفر من اونیه بابا اونیه؟ شاید یک من نیم چیشیده باشم خیلی کار که چهار چوکه نشدی خب شاید یک من نیم هم دومن رو نچیشیدم بابا خب توساتی هست خوی توساتی نخیری یک چکه میگه نداشت که بودی بابا این توساتی برو گسالی رو بیار که چیز کنم توساتی بدوشه بی عقل بی کمال تو شیر بستی به مادر خواهی میفتی که پیالیش شیری به من دادی تو شهر نداری ایون نداری دیگه نه بابا شهر رو میچیشم میچیشم تو میچیشم بزنیم بابا بزنیم پست تیر بکنیم پاک شیرار بخونه تو سیکو تو گو دست تو نمیبرد گو تو میچیشیم تو یک چکه ماس من میگی کنم تو وقت ما ماسا سرا نمیشکنی میخوری تو همون در عقل نداری دکتر تو کدو دکتر رفتی که دکتر به تو گفته که تو شیرگو بخور که تو قویشی یا دروغ میگه بابا خجالت نمیکشه تنیسه که فقط تنیش به طور میمونه میگه دکتر گفته بخور که استقون تو لکش عدی دکتر می چی بشی نگه شطوری وای 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 یک روز یک پیاله ماس ما بی شکل وقت باش که یک پیاله ماس عدیم پول قیماق ما نتویستیم بخورن دست دادی هم میرن قیماقا رو اینو جمع میکنه و قد میده کجی؟ بله سالت برده برم توسط یک چیم بک یک نیمه دسته باشه که من چاش که یک چیزی بخوره دیگه بخی ایتا بابا همی هر کار کرد و ببین مایا گوه همی تا کش کد و کش کد و کش کد و ایتا دستا من نمچک ترنه پاک بجوشی پاک بیلا پس چاش چی بخوره دیگه؟ ماسا این خورده شیرا این خورده چه کار کنم خود ازی؟